تکنو بلید، افسانه بدوارز. وقتی که اومدم جریان تکنو بلید رو کامل برای شما بگم، تصمیم همین کار رو گرفتم و الان قراره با هم دیگه جریان تکنو بلید رو با هم دیگه بررسی کنیم. پس بزن که بریم. لیتس گو. وقتی چند وقت پیش به چنل تکنو بلید سری زدم، دیدم که آخرین ویدیوش مال 2 ماه پیشه و پدرش داره صحبت میکنه، یعنی گیم نیست. و آخرین ویدیو خودش که گیم بوده مال 1-2 سال پیش بوده حداقل. پس خواستم الان کمی تحقیق کنم و بعد از کلی تحقیق متاسفانه به این نتیجه رسیدم که تکنو بلید مرده. خیلی خیلی ناراحت شدم و همون شخص پدرش داشته نامه‌ای که برای سابسکرایبرهاش تکنو بلید گفته بود رو میخونه. پس ما الان با هم دیگه تیکه از اون نامه رو بخونیم دوستان. بزن که بریم. لیتس گو. خب، اسم واقعی من الکس است. شما زمانی دارید این حرفای منو گوش میدید که من زنده نیستم. مرسی بابت حمایت از من. مرسی که این همه سال با من بودید. اگه 100 بار دیگه هم فرصت زندگی داشتم که قطعا تکنو بلید بودن رو انتخاب میکردم. همتون رو دوست دارم. تکنو بلید. حالا از این بحث جدا میشیم. یکی از مهمترین دوئل‌های تکنو بلید با شخصی به اسم دریم بود، اونم که خیلی محبوبه و در چنل مستر بیست گیمینگ برگزار شد. حالا ما بریم با هم دیگه این گیم پلی رو ببینیم، دوئل رو. خب، مستر بیست رو همتون میشناسید، محبوب ترین یوتیوبر جهانه و اینجا راند آخرشونه که دارن با هم دیگه مبارزه میکنن. تکنو بلید با دریم. همونطور طبق معمول شابه میکنه 2 تا افسانه یوتیوب ماینکرافت هستن و ببینید تکنو بلید برنده شد. پس به نتیجه میگیریم که تکنو بلید نفر اول بوده و هنوزم روحش شاد. بچه‌ها حالا میخوایم بدونی بعد از این بحث جدا بشیم تکنو بلید از کجا به کجا رسید. میخوایم اینو بدونیم. وارد چنل تکنو بلید شدم که کمی تحقیق کنم. اومدم ویدیوهاش هم سری زدم، همینجوری رفتم پایین ببینم چیه و چی هستن همین حرفا. اومدم قدیم ترین ویدیوشو نگاه کنم و دیدم همین بدوارز بازی میکنه. پلیر خوبیه تکنو بلید. بذار تبریک بره بچه ها. از همون اول هم جورای بازیش خوب بود. حدوداً 13 ساله که یوتیوب شروع کرده و بعد از کلی تلاش، کلی زحمت به 16 میلیون سابسکرایب رسیده. به خاطر اینکه بازیش خوب بوده همینجوری محبوبیتش اومده بالا کم کم و به خاطر اینکه همه رو میزده، 1000 برد بدون باخت داشته، از اونجا به اینجا رسیده. محبوب ترین ویدیوش هم خب همین ویدیویی که پدرش میاد خبر مرگش رو توضیح میده به ما. ببینید مثلا همونه دیگه. و اینجا مثلا کلا ویدیوهای تکنو بلیدن همین حرفا خیریه کمک مردم میکرده. خیلی پلیر خوبی بوده دوستان. اینم از این ویدیو بود. اگه ازم حمایت میکنید دمتون گرم. منتظر ویدیو بعدی منم باشید. حتما فقط یه لایک و یه سابسکرایب کنید که من بفهمم شما منتظر ویدیو بعدی منم میمونید. خلاصه دیگه خواستم همین ویدیو رو بگیرم به علت اینکه ببینم ازم حمایتی میشه که ویدیو براتون بذارم یا نه. حالا اگه حمایت شد شروع میکنیم به